صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. فیلم 13. سلام بچه ها. چه حال دارید بچه ها؟ هوا گرم شده؟ وفادار، بابایم میگویند که گرمی خوب است. کجای این گرمی خوب است؟ اما تو جامعت را کشیده سبکین شدی؟ من لااقل پوستین چم را کشیده نمیتوانم. حاضر یک بار فتاده می بود و های خیل میزدم و خیل میزدم. اقلام برون میبرید. در تابستان برف آن طرف ایستد، باران رو هم خواب نمیبینی وفادار. سلام منیژه. سلام بچه ها. تابستان؟ اینش باز چی باشد؟ علاقه تو فراموش کردی، بعد بهار فصل تابستان میرسد. شاید در یادم نیست. در خاطر نداری؟ فراموش کردی؟ از هفتش گرمی به سبب تاثیر بد رسانده است. بسیار واهمه نکن بیژن. با یادم آمد بهار، تابستان، تیر ماه، زمستان. آفرین وفادار. بهار سلقین بود، تابستان گرم می شود. در چیله تابستان باز هم گرم تر می شود. لیکن این گرمی فایده دارد. چه خیلی فایده دارد؟ لااقل نفس کشیده نمی شود. خیر، بحث نمیکنیم. حاضر سیمرغ رو دعوت کردم، میپرسیم. سیمرغ! سلام بچه ها. چه خدمت؟ چه معما دارید؟ ما در سر گرمی تابستان بس کردیم. همین گرمی مگر فایده دارد؟ در چله تابستان همه میوه ها شیره میگیرند. در هوای گرم آب فراوان باشد، حاصل باز هم زیادتر می شود. عموما تابستان فصل خوب است. به تابستان نه علف می شود، نه میوه، نه نان و نه آب. چه خیلی؟ مگر نان و آب هم در فصل تابستان پیدا می شود؟ البته منیژه، کتابی فصل های سال در دست است. بله سیمرغ. کشو کتاب را، با سیر تابستان می رویم. ببینید 4 فصل سال موجود است: زمستان، بهار، تابستان و تیر ماه. حالا فصل تابستان فرا رسیده است. بله، پس از بهار. ماه اول تابستان را می دانید؟ نه، من نمیدونم. من هم. بچه ها شما میدانید؟ ماه اول تابستان چی نام دارد؟ ایون. بله درست گفتید. ماه اولی تابستان ایون نام دارد. در ماه ایون چه حادثه رای می‌دهد؟ در ماه ایون همه درختان از گل می فرایند و میوه می بندند. هوا گرمتر می شود. آب دریاچه ها زیاد می شود. ما لباس سبک ببر میکنیم. بله بیشتر. هر فصل لباس خودش را دارد. لباس تابستان سبک و نفیس است. در این فصل حتما کلاهی تابستانه لپردار را پوشیدن لازم است که سر و رویمان را آفتاب نزند. ببینید من چگونه کلاهی زیبا پوشیدم. ما فراموش کردیم که کلاه گیریم. هیچ گپ نیست. 1 دقیقه صبر کن. انا این گپی دیگر. تشکر به تو منیژه. اوه، من کلاه تابستان دار شدم. وای، این چی باشد؟ اینها چوجه ها. انا لانه‌شان. در ماه ایون چوجه ها از تخم می برآیند. پرنده ها سیرکار و پرتشویشند. چوجه ها را خورانده پرانچک کردن لازم است. چوجه ها چی میخورند؟ به اطراف نگر وفادار. اطراف پر ملخ و گنبوسک و پشیک. در ماه ایون
гелоси олуча мепазанд. آفرین بجان آفرین تو درست گفتی اولین میوه ها در آخر ایون میپزند باز با دیرین گو پومیدور فراوان می شود. این مشاهده هم درست است واه! аз ҳама чизи асосиро фаромӯш кардем. چرا؟ таътилро. درست. در ماه ایون در مکتب ها تحصیل به آخر می رسد. بچه ها به تعطیل تابستان نمی روند. пас аз моҳи июн кадом моҳ меояд? ایول این ماهی دویوم تابستان و ماهی گرمترین سال است در ماه ایول بیشترین میوه ها میپزند در بازارها انگور و انجیر تربوز و خربوزه سیب و ناک فراوان میگردند آفتاب تا درجه هوا را میتصفاند که همه کوشش میکنند در سایه پناه برند حتی پرنده ها از خانش میمانند аммо натарсида обозӣ кардан мумкин аст. البته ممکن است لیکن باید قاعده آببازی و جای آببازی را دانید وقتی آدمی کلانسال در نزدتان نباشد به آب در آمدن ممکن نیست ман обозиро дӯст медорам. این طور باشد رفتیم و بازی کرده می آیم. صبر کنید بچه ها صبر کنید ما حالا با ماه آخرین تابستان شناس نشده ایم تابستان باز ماه دارد. آخر تابستان باز آوگوست دارد آوگوست ماه آخرین تابستان است инаш чӣ гуна моҳ аст? آوگوست به مثل ایول چندان گرم و تفسان نیست آوگوست ماهی از همه آرام و آسوده سال می باشد در باغها آلو و زردآلو سیب و ناک و دیگر میوه ها زیادتر پخته می رسند انا چخیل فصلی خوب بوده است تابستان. در گرمی تابستان حاصل پخته می رسیده است. رحمت به تو سیمرغ. ما درباره تابستان بسیار فهمیدیم و دانستیم. اکنون وقت خیر و خوش رسید من به دیگر جایها به نزد بچه های داناچه کنجکاو می روم که مرا منتظرند خیر سیمرغ. تو بازدید سیمرغ. ما تو را فراموش نمیکنیم. ман се моҳи аҷоиби тобистон июн июл ва августро ҳаргиз аз хотир фаромӯш намекунам. بچه ها شما درباره تابستان باز چی رو می دانید؟ با ما نقل کنید. ما از حکایه و قصه های شما بسیار شاد میشویم. тобистон гарм аст ва офтоб хеле тобон аст. ман дар тобистон обозӣ кардан ва дар зери офтоб гарм шуданро дӯст медорам. ба об сар додани кишчаҳо ба ман маъқул аст. ман дар регзор хоначаҳо месозам. ин ба ман писанд аст. салом бачаҳо ки хоҳиши обозиро дорад من می خواهم. من هم میخواهم. ман ҳам. ин тавр бошад зуд ба мошин савор шавед мо ба соҳили кӯл меравем лекин аввал ба боғ шумо дар ин ҳавои тафсон аз ҳоли ниҳолакони баҳорон шинондаатон хабар намегиред راست گفتید پدر جان. فقط یک لحظه ما با بچه ها خیر خوش کنیم. خیر بچه‌ها. تو باز